سلام، وقتتون بخیر. با آموزش ساخت کلیپ متولدین فصل زمستان در خدمتتون هستم که خیلی زیبا و جذابه و با برنامه اینشات ساخته میشه. مرسی که لایک میکنی و سابسکرایب کن که بریم با هم دیگه در ادامه کلیپ و آموزش ساختش رو گام به گام با تمام جزئیات براتون توضیح بدم. تو که میدونی هرچی دارم من بر خودته، با چشم بست و آرزوهاتو ادامه بده. یکی همینجا همیشه هست که مراقبته. وارد برنامه اینشات شده از ویدیو جدید به دلخواه 5 تا دونه عکس انتخاب میکنیم. سپس از قسمت بوم یا کنواس این گزینه ضربه زده و سایز 9x16 را در نظر گرفته و 2 تیک تایید را میزنیم تا روی همگی عکس ها اعمال بشه. سپس از قسمت مدت زمان روش ضربه زده و از مداد کنارش تایم 7.8 ثانیه را انتخاب کرده و 2 تیک را زده تا مجدد روی همه عکس ها اعمال بشه. سپس از ترانزیشن بین عکس های مربع کوچولو ضربه زده و از سربرگ تاشو این گزینه رو انتخاب کرده و مجدد 2 تیک را زده تا روی همگی عکس ها اعمال بشه. بعد از این قسمت روی اثر ضربه زده یا افکت ضربه زده، سپس از سربرگ تکان دادن گزینه کام شیک را انتخاب کرده و با اهرم بالا ارزشش را کم کرده تا سرعت تکان دادن عکس ها آروم بشه و تیک تاییدش را زده. بعد از اون روی این زبانه آخر ضربه زده و تا پایان ویدیو این افکت را ادامه داده. مجدد از افکت ها سربرگ ضربه ریتمیک را انتخاب کرده و گزینه زوم را انتخاب میکنیم و مجدد این افکت هم تا پایان کلیپ ادامه داده. مجدد افکت بعدی را از سربرگ آب و هوا انتخاب کرده و گزینه اسنو که حالت افکت برفی به عکس هامون میده انتخابش میکنیم و تیک تاییدش رو زده و تا پایان کلیپ ادامه داده. سپس از قسمت PIP ابزار آیموبی تولدمون را اضافه کرده و نکته مهم این که تمام ابزار را میتونین از کانال تلگرامم ذخیره کنین. لینکش بایو کانال هست. روی این گزینه ضربه زده و تا آیموبی تمام صفحه بشه. سپس از قسمت ماسک را انتخاب کرده و اولین گزینه را انتخاب میکنیم. این کنار 2 تا مثلث داره. روی این گزینه ضربه زده تا ماسکمون برعکس بشه و با این اهرم زیرش که با فلش بهتون نشون میدم به سمت پایین میکشیم تا این ابزار به حالت فیت و گرادینت هاله‌ای به دست بیاد و خودتون میتونین با دستتون حاله بودنش رو کم و زیاد کنین. بعد از این مرحله از کلیپ خروجی میگیریم. سپس وقتی از این کلیپ خروجی گرفتیم برگشته به صفحه اول اینشات برمیگردیم رو فلش تا به صفحه اصلی اینشات برسیم. مجدد ویدیو نیو جدید رو میزنیم و این کلیپی که ازش خروجی گرفتیم را وارد اینشات میکنیم. میریم به اول کلیپ و از قسمت PIP از سربرگ عکس ها این ابزار حبابی شکل را انتخاب کرده تا پایین کلیپ ادامه داده و با این فلش پایینش میکشیم تا کامل بزرگ بشه و اون روبانهاش به بالای کلیپ مماس بشه. سپس از PIP یکی از عکس هامون را به دلخواه انتخاب میکنیم و وارد برنامه کرده. بعد از قسمت ماسک ضربه زده و حالت دایره‌ای شکلش را انتخاب کرده و تنظیم میکنیم که روی کل بدن تنظیم بشه
و سایزش رو تنظیم کرده با حباب مورد نظر و روی حباب دقیقاً تنظیمش میکنیم. بعد از اینکه عکس رو جایگذاری کردیم یک ضربه روی این ابزار حباب باید بزنیم تا عکس به زیر حباب قرار بگیره. من اول عکس را تا آخر کلیپ ادامه میدم و یک ضربه روی حباب میزنم تا عکس به زیر حباب قرار بگیره. مجدد از PIP عکس بعدی را به همین صورت یکی دیگه از عکس ها را به دلخواه اضافه کرده و از قسمت ماسک حالت دایره ای را براش در نظر میگیرم به این صورت. از این قسمت ماسک دایره ای شکل را انتخاب کرده، روی دقیقاً جایی که میخوایم توی تصویر حباب باشه زوم کرده و روی حباب جایگذاری میکنیم تا پایین کلیپ. این عکس را ادامه داده و مجدد ببینین روی حباب که ضربه بزنم عکس ها به زیر حباب قرار میگیرن. در آخر عکس آخر را انتخاب کرده، مجدد از قسمت ماسک تنظیم کرده، سایزش رو و کادرش رو تنظیم میکنیم و روی کادر حباب سوم جایگذاریش میکنیم به این صورت. یکم با دقت اگه با حوصله این کار انجام بدین دقیق روی کادر جایگذاری میشه. من اینجا یکم سایزش رو بزرگتر میکنم. درست شد. خب و در آخر روی حباب ابزار حباب ضربه میزنم تا همگی عکس ها زیرش قرار بگیره. سپس از قسمت برچسب روی گزینه برچسب ضربه زده به این صورت و مجدد گزینه برچسب را انتخاب کرده، از قسمت گالری این حذف بک‌گراند را انتخاب کرده. من اینجا این تایپوگرافی را انتخاب میکنم و به طور خودکار بک‌گراند مشکیش حذف میشه و سایزش را تنظیم میکنم و روی کلیپ جایگذاری میکنم. تیک تاییدش رو زده و روی این زبانه آخرش ضربه میزنم و تا پایین کلیپ ادامه میدم. اگه از این آموزش خوشت اومد لایک کن و سابسکرایب کن که آموزش های بعدی رو از دست ندین.